پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روز 31 اکتبر سال 2023 پیش از آغاز جلسه بخشیده به طرح‌های گیدر انرژتیکی و آمادگی شبکه انرژتیکی کشور به موسم سرما به موضوع وضع پیچیده در خاورمیانه پرداخت و گفت تصمیم گرفته است که به اداره سازمان ملل در امور خاورمیانه برای کمک به ساکنان سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه 1.5 میلیون دلار جدا کند. ما هم بستگی محکم خود با مردم فلسطین را بیان می‌داریم و از حق این مردم برای تشکیل دولت مستقل خود بر اساس قرارهای قبلا قبول کرده مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را اظهار میکنیم، گفت میرزیویف. برخوردهای مسلحانه بین ارتش اسرائیل و جنبش حماس باعث هلاکت مردم آسایشته و بیگناه گردیده بحران انسانی را در منطقه عمیق‌تر میکند. اظهار داشت میرزیویف افزود به این دلیل ازبکستان هر دو جانب را به آتش‌بس بلافاصله انسان دوستانه، قطع عملیات جنگی و اهل مناقشه با راه صلح‌آمیز دعوت میکند. میرزیویف همچنین به زادگان ازبکستان به ویژه جوانان مراجعت کرده و از آنها خواست که به هر گونه اغواها داده نشوند و دست به عملهای غیر قانونی نزنند. این دعوت میرزیویف در حالی است که روز 29 اکتبر یک گروه ساکنان در میدان امیر تیمور شهر تاشکند به طرفداری از فلسطین تظاهرات کردند. 3 نفر آنها 2 ساکن ناحیه اساساً تاجیک نشین آهنگران ولایت تاشکند و 1 نفر از ناحیه کاسنای ولایت قشقدریا که این ناحیه نیز اساساً تاجیک نشین است با حکم دادگاه شهر تاشکند برای 15 روز به حبس گرفته شدند. آنها به ویران کردن ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به طلب کارمندان مقامات گناهکار دانسته شدند. بنا به خبرها در تظاهرات در میدان امیر تیمور که نخستین تظاهرات با پشتیبانی از فلسطینی‌ها در آسیای مرکزی بود، حدود 100 نفر اشتراک داشتند و پلیس اکثر آنها را دستگیر کرد. موج نو تشنج وضع در خاورمیانه 7 اکتبر سال 2023 آغاز یافت و در بین همگی چند هفته از هر دو جانب تقریباً 10,000 نفر، حدود 1400 اسرائیلی و بیش از 8000 فلسطینی کشته شدند. مناقشه کنونی یکی از خونین‌ترین ها در تاریخ نزاع بین عرب‌ها و اسرائیلی‌ها به شمار می رود.